امروز جوانان ما از سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان به واسطه پیشوای معظم ملت تکیه کرده و رو به سازندگی و پیشرفت ساحه قدم مانده ایستادند. اگر ما به تاریخ یک نظر کنیم و اولین قدم هایی که همچون به حیث رهبر دولت پیشوای معظم ملت ما قدم گذاشتند و اولین هم توجه به همین گروه یعنی که رو به جوانان آوردن و تکیه به جوانان کردن و اولین قانونی که در این سمت قبول شد 13 مارت سال 1992 و بخشیده به خود همین جوانان بود و آیسته یعنی که تکیه به جوانان و امروز بینیتون که در زینه های راهبری کننده ساختار دولتی پر جوانان و از این چیز ما همیشه افتخار میکنیم. نوابسته از این سال 2017 به واسطه پیشوای معظم ملت همین سال 2017 را بخشیده به سال جوانان اعلان کردند که این هم علاقه در پیشرفتی همین کارکرد و سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری یک تکانی خوب داد.